در رشد جنبه‌های گوناگون روزگار هر یک خلق و ملت وحدت عامل اساسی دانسته می شود. محض امانی و آسایشتگی هست که مردم آزادانه زندگی و فعالیت می کنند و روزگاری شایسته نصیبشان می گردد. علیشیر پرتابوف، اسیستنت کافدرای طبیعت شناسی دانشگاه دولتی مالیه و اقتصادی تاجیکستان، مفهوم‌های وحدت و استقلال را به هم توأم می داند و درباره ماهیت وحدت سرتاسری چنین ابرازی اندیشه می کند. وحدت ملی رمز یگانگی، یکدیگر فهمی و یکدلی است. در مسیر بقادری دلخواه ملت سنه‌های مهم تقدیرساز موجود است که بعد گذشتن سالون زیاد نیز آدمان از آن روزها یاد میکنند. چون این سنه تاریخی و سرنوشت‌ساز برای ملت ما روز وحدت ملی است. باعث افتخار و سرفرازی است که امسال ما 25 سالگی روز وحدت ملی را با دستاوردهای بزرگ و نتیجه بخش پیش میگیریم. واقعا محض یکدیگر فهمی، رفاقت و دوستی ملت تمدن آفر تاجیک بود که لحظه های بسیار حساس با صلح و ثبات به انجام رسید. تجلیل همه ساله روز وحدت نشان از همبستگی، دوستی و رفاقت ملت تاجیک می باشد. محض با همین مقصد تا که ملت تاجیک با آینده گلفشان و پربار امید قوی پیدا کند، اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان از اولین روزهای راهبری کشور بودنشان برقراری صلح در تاجیکستان را هدف اصلی خویش و حکومت نوتأسیس شده اعلان کرد و مردم را در داخل و خارج برای متحد شدن در اطراف غایه وحدت تکلیف نمود. از همان روز قدم‌های اولین در راه صلح گذاشته شدند. افتخار وطنداری، دوراندیشی، حس بلند مسئولیت و قاطعیت و متانت بر راهبری دولت تاجیکان امام علی رحمان امکان داد که در راه تحکیم صلح و صفا و وحدت راستین میان مردم کشور کامیاب گردد. خرد و ذکاوت سنت بالا گرفته راه به سوی سازندگی و شکوفایی منبع تاجیکستان عزیز هموار گردید. برای رسیدن به این روزهای روشن و دلپر دشواری‌های زیادی پشت سر شدند، ولی نهایت گوهر مقصود به دست آمد که به مانند دستاوردهای دیگر ملی نیاز به حفظ دارد. باید گفت که ثمره آبادی و سازندگی های دیار از وحدت واقعی به دست می آید. صاحب وطنان وظیفه دارند که برای تحکیم و استواری وحدت کامل همیشه کوشش نمایند، زیرا روزگاری پرسعادت و حیات شایسته ساکنان مملکت از تامین آسایشتگی دیار برمی آید و نقش نسل جوان در حفظ ارزش های ملی باید بارز باشد، می گوید در ادامه علیشیر پرتابوف. صلح و ثبات در سرزمین تاجیکان صحیفه نوی رشد و تشکل تاجیکستان جوان و مستقل را باز کرد. تشبس‌ها برای دموکراتیک کنونی حیات اجتماعی و سیاسی کشور، پیشرفت اقتصادی و دیگرگونی اجتماعی در جمعیت تاجیکان، برقرارسازی اقتصادی و اجتماعی آن، سرعت بخشی اصلاحات اقتصادی، بهبودی حیات اهالی و رشد منبعی آن ادامه پیدا کرد. سالهای سپرگردیده برای ملت سازنده و وحدت آفر تاجیک لحظه های تقدیرساز و دستاورد نظررس و ناتکرار تاریخ بود. امروز خلق تاجیک خوب درک می نمایند که وحدت اساس هستی حیات آنهاست و بدون موجودیت آن نمی توانند استقلالیت خود را تحکیم بخشند. وحدت ملی وسیله بقا و پایداری تاجیکستان در خریطه سیاسی جهان گردید که این به شرافت آن آبادی و سازندگی بیش از پیش وسعت یافته ایستاده است. ما جوانان زاده استقلال را ضرور است که همچون نیروی بزرگی سازنده کوشش و غیرت، دانش و مهارت خود را بهر پایداری صلح و ثبات و وحدت ملی روانه نموده در برابر رشد وطن عزیزمان قدم‌های استوار خود را بهر یکدلی و همگرایی گذاشته باشیم.
واقعا چون به حادثات و رویدادهای جهانی امروز نظر نماییم، قدر استقلال دولتی و وحدت ملی باز هم بیشتر احساس می شود. بگذار فضای صلح و وحدت ملی در دیار کهن بنیاد تاجیکان همیشه پایدار باشد.